مکتوب‌های استاد عینی جزئی از تاریخ پرحادثه ملت ماست. مکتوب‌های عینی افشاگری راه پرشیب و فراز و ناهموار مردم تاجیک در جاده تاریخ سازی است. مکتوب‌های استاد عینی بیانگر تلاش‌های بی‌دریغ او در جاده دولت سازی نوین تاجیکان است. سامیان عزتمند، حالا شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با نویسندگان و اندیشمندان همزمانش با چهره‌های علم و ادب تاجیک که در تهیه، تحریر، برگردانی و نشر آن کارمندان اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، ادبیات شناس انزورت ملکزاد و گلبهار عثمانова سهم گذارند. در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف شنوید. به بعضی تاجیکی اکادمی فنها 12 ماه 5 سال 39. به بعضی تاجیکی اکادمی فنها مکتوب از نام بعض نوشته شده که در مهر پاچت استالینابادش 4 ماه 5 نوشته شده بود 7 ماه می رسید. اما بنابر بعضی مانعه ها جواب قدر دیر ماند. در جواب آن مکتوب معلوم میکنم: یکم، من اساساً برای به صفت کنسولتانتی اشتراک کردن در ترتیب دادن لغت روسی تاجیکی راضی می باشم. دوم، اما در ماه ایون به استالیناباد رفتنم به سببی که در دستم بعضی کارهای تأخیر قبول نکننده هست ممکن نیست. سیوم، من گمان میکنم که در ماه ایول یا آگوست میتوانم به استالیناباد روم. البته وقت معین سفری خود را یگان هفته پیشتر معلوم خواهم کرد. چهارم، در استالیناباد برای این کار به شرطی که جای باشیش و خورد و خوراک موافق احوال تندرستی من تأمین کرده شود 1 ماه ایستاده میتوانم. عموما برای پرثمرتر شدن یاری من در این کار با کارکنان علمی بعضی که در کار لغت مشغولی دارند مصلحت زیرین را میدهم. پیش از آن که من به استالیناباد حاضر شوم، قسم روسی لغت به طرز قطعی ترتیب داده شده. ترجمه و ایضاح تاجیکی آن کلمه ها هم به طریقه شرطی از طرف کارکنان اساسی این کار به عمل آورده شود. وقتی که من به استالیناباد رفتم، هر روز 5 یا 6 ساعتی اکادمی، اگر صحت یاری دهد زیادتر، با کلکتیو خوانده و محاکمه کرده به یک قرار قطعی آمدن میگیریم. در این صورت کار پیشتر و وقتی من کمتر صرف می شود. با سلام رفیقانه به راهبران و کارکنان بعض عینی. آدرس من برای مکتوب: سمرقند، کوارتل قرغنچه، دام نمر 10 عینی. برای تلگراف: سمرقند، قرغنچه، عینی. از جلال اکرامی 4 ماه 5 سال 39. استاد محترم عینی، بعد از صاف شده برآمدن نیت داشتم که رفته شما را بینم، ولی کسلی امکانیت نداد. در ماه فوریه از لیتفوند کمتر یاری گرفته به مسکو به ساناتوریا آمدم. در اینجا در زوینی گارادنوم جایی که رفیق لاهوتی هم در آن نزدیکی بودند، به ساناتوریای بسیار خوب جا گرفتم. بعد از طبابت 2 ماهه خیلی درست شده برآمدم. حالا در لنینگراد برای انجام بعضی کارها آماده‌ام. وقتی که در مسکو بودم با رفیق لاهوتی صحبت کردم. گویا آن کس برای هدیه به 10 سالگی تاجیکستانی عزیز یک کتابچه شعرها ترتیب دادند و آن را در لنینگراد رفیق زینگر چاپ میکند. از روی قرارداد مؤلف و ناشر باید به این چیز یک سرسخن شود. من به زینگر گفتم که به این تنها رفیق عینی میتوانند سرسخنی کوتاه بنویسند، زیرا که این اثر به 10 سالگی جمهوریت بخشیده می شود و به این اثر استاد بزرگ ادبیات تاجیکستان باید تأثیرات 10 ساله خود را کمی عکس کننده بگذارد. به این اثر به گمان من یک سرسخنچه نوشتن شما خیلی خوب می شود. در این باره رفیق لاهوتی هم شنیده خرسند خواهد شد و چنانچه من می دانم خواهش آن کس هم در همین است. فقط آن کس همین را می خواهند و بس. اینک استاد محترم
التماس منو زینگر و این چنین خواهش نشریات را رد نکنید. به طرز کوتاه یک سرسخن نوشته فرستانید. ما هم ممنون می شویم. من در آخرهای می در استالین آباد می شوم. شادی را کار کرده باز با دقت دیده برآمده به چاپ تیار کردم. در این باره به شما باز می نویسم. اگر باز دیده برآمدنی شوید به من می نویسید. به هر حال با تحریر شما چاپ خواهد شد. دیگر سلامتی است. از طرف زینگر، میرزایف عبدالغنی و کارکنان اینجا به شما سلام و حرمت. با احترام، امضا جلال. خبرهای ناز همین گونه مژده‌های فرهنگی در نامه‌های استاد عینی سرشار است و استاد عینی در نامه هم درباره وضع معیشی و حالت عیش و عشرت خانوادگی صحبت نمی‌کنند. هر یک نامه استاد صدرالدین عینی یک کشفیات تازه علمی است. درباره اهل علم، درباره استعدادها صحبت میکنند، درباره کشفیات‌ها صحبت، درباره تاریخ خلق تاجیک صحبت میکنند. صدها بار ما باید این نامه‌ها را خوانده و بزرگی استاد صدرالدین عینی ایمان بیاوریم، باور حاصل کنیم و خودمان تحقیقات‌های درباره عینی نویسیم. هر یک نامه‌ای که استاد صدرالدین عینی نوشته‌اند، هر یک بیان کننده یگان پهلوی مهمی حیات استاد عینی بوده است. نامه های سرنوشت ساز و تاریخ ساز ملت. نامه های اصالت آفر و آرمانگرای ملی. نامه های خودشناسی و خودآگاهی ملی. نامه های افتخار برانگیز و هویت سازی استاد بزرگ صدرالدین عینی. رفیقان قدردان، در دنیا هیچ دولتی و خلقی نیست که مانند دولت و خلق تاجیک اهل علم و ادبیات را به این درجه حرمت، غمخواری و قدرشناسی کند. به جلال اکرامی جواب عینی و مکتوب اکرامی 14 ماه 5 سال 39. رفیق جلال اکرامی، مکتوب 4 می از لنینگراد فرستاده اتان با مکتوب از نام شعبه لنینگرادی تاجگیز نوشته رفیق زینگر در 13 ماه مذکور رسید. رفیق زینگر در خطش معلوم کرده است که شما به من مندرجه کتابچه را خواهید نوشت تا که من با آن مندرجه بنا مانده سرسخن نویسم. اما شما درباره مندرجه چیزی ننوشته اید و حال آنکه برای سرسخن نوشتن برای کتاب تنها مندرجه آن را به واسطه کسی شنیدن کفایه نمی کند. برای مقدمه نویس لازم است که شخصاً آن اثر را خوانده براید. اگر آن اثر یک اثر شعری باشد، این طلب و لزوم باز هم قطعی‌تر و پرزورتر می شود. زیرا در اثر شعری رول کلان را نه تنها مندرجه بلکه به چی طرز افتاده شدن آن مندرجه بازی می کند. بنابراین است که گارکی می گوید آن مهم نیست که چی گفته است بلکه آن مهم است که به چی طرز گفته است. مضموناً اگر آن اثر شعری از آن رفیق لاهوتی بر این یک استادی بزرگ باشد، آن طلب و لزوم باز هم پرزورتر می شود. زیرا مقصد از سرسخن نویسی باید یک رسمیت خشک نباشد. مقدمه نویس باید هیچ نباشد. صد یک خوبی های آن اثر را شرح داده به این واسطه به خواننده یارمندی رساند. به این اساسا بنا مانده می گویم که اثر را شخصا نخوانده سرسخن نوشتن من هیچ ممکن نیست. برای شعبه لنینگرادی تاجگیز در این باره مصلحت زیرین را می دهم. مادام که سرسخن به زودی در کار باشد، اثر را به پروفسور برتلز داده این مطلب را از آن کس خواهش کنند، آن کس از من بهتر و خوبتر یک سرسخنچه نوشته می دهند. اگر در هر حال سرسخن نوشتنی من لازم باشد، باید اثر را اگر ممکن باشد دستخط رفیق لاهوتی را که خواندنش برای من آسانتر است به من فرستانند. من بعد از خوانده برآمدن آن
مع الممنونیت خواهش شمایان را تأمین می کنم. از شما خواهشمندم که این جواب مرا به رفیق زینگر با تفصیلاتش فهمانده دهید، زیرا من آدم ندارم که به روسی این مطلب را نویسانده فرستانم. پاکیزه و آزاد شده برآمدن شما را تبریک می کنم. در خطتان موافق نشاندادهای من دوباره کار کرده برآمدنتان شادی را نوشته اید. این را هم تبریک می کنم. لیکن اگر اثر در زیر تحریر من می برآمده باشد، لازم است که پیش از چاپ یک بار دیگر دیده برایم. به رفیق زینگر، عبدالغنی میرزایف، محمد امین غفورزاده و دیگر کارکنان و استودنت هایی که مرا می شناسند و می پرسند سلام رساندنتان را خواهشمندم. به سلام رفیقانه عینی. آدرس من: برای مکتوب سمرقند، کوارتل قرغانچه، دام نمر 10 عینی. برای تلگراف سمرقند، قرغانچه عینی. به زینگر 14 ماه 5 سال 39. رفیق زینگر، خطی که شما از نام شعبه لنینگرادی تاجگیز از 5 ماه می سال 39 با رقم 311 نوشته بودید 13 می رسید. در جواب این مکتوب می گویم که برای سرسخن نوشتن اثر را دیدن در کار است. تفصیلات را به آدرس رفیق اکرامی جلال نوشته از وی خواهش کردم که به شما فهماند. با سلام رفیقانه عینی. سامیان ایزدمند، یادرس می شویم که شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با شخصیت‌های بزرگی زمانش که دارای اهمیت مخصوصی علمی و ادبی‌اند در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه و پیشنهاد گفتار سهم گذاشتند صلاح‌الدین نورزاد و لطفیه قربانова. انجام خوانش ادبی شاد و مسرور باشد. عمری عینی از برای خلق صرف خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت نامشو. عمری عینی از برای خلق صرف خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت